سه چیز باید برای خدا: یکی نذر، یکی قربانی، یکی قسم. هیچ احدی از مسلمان حق نداره به غیر خدا قسم بخوره. نه جان بابام، نه جان مادرم، نه سر فرزندم، نه پیر و پیغمبر که میرسی، نه به فلان زیارت، نه به فلان نمیدونم امام، نه به فلان فلان قبه. هیچ احدی. قسم فقط سه تا لفظ داره: والله بالله تالله، والله بالله تالله. هر کسی قسم به غیر خدا بخوره و غیر خدا را بزرگ بکنه در مقابل خدا، همون چیزی که بهش قسم خورده سبب بلای ناگهانی جانش می شود. چقدر روزانه قسم میخوریم؟ حتی قسم به خدا خوردن هم درست نیست که بی خود و بی جهت گاه و بیگاه خدا رو پایین بیاریم. پارچه میخواد بد بزنه، خدا وکیلی که متر این قدره، جنسش اعلاست، حالا مارکش عوض کرده. کفش میخواد بفروشه، خدا رو میاد پایین. قسم به غیر خدا شرک است. امام شافعی رحمت الله علیه میفرمایند نه به شوخی نه به جدی در طول حیاتم قسم نخوردم، حتی به خدا. قسم کسی میخوره زیاد که شخصیت نداره، کسی حرفش قبول نداره، تو جامعه وجهه نداره، ضعیفه. حتی قسم به خدا خوردن کار کسانیه که انسانهای ضعیف و دروغگو و بی شخصیتن. انسانهایی که شخصیت دارن حتی به جدی هم قسم نمیخورن، به خدا هم قسم نمیخورن. قسم دادن در یک حادثه است، خونی جنایتی در کاره. قاضی میطلبه طرف و میاره روز جمعه، اول نصیحتش میکنه: اعتراف بکن، قسم نخور، بذار کل زندگیت بره دنیات بره، قسم نخور. کنار منبر روز جمعه بعد از نماز عصر مینشونه، مردم مینشونه. اگر نصیحت ها رو قبول نکرد اون وقت قسمش میده، عاقبت قسم هم بهش میگه. سه کارم باید از خدا طلبید: یکی فرزند، یکی شفا، یکی هدایت. فرزند رو با هیکل نمیشه، با پیش سید رفتن و یه 10,000 تومن زیر معذرت میخوام فرش سید گذاشتن یه هیکلی بده تا که زنم حامله بشه. با گل خوردن نمیشه، با قند خوردن نمیشه، باید خواست خدا باشد.